سلام به همه دوستان و همراهان عزیز. برای شروع میخوام 2 کتاب از ویندایر رو بهتون معرفی کنم. احتمال زیاد اکثرتون ممکنه که اسم کتاب رو شنیده باشین و یا حتی اونا رو خونده باشین و حالا اگر خود کتاب رو نخونده باشین حتما فایل صوتیش به گوشتون خورده. ولی میتونم بگم که کتاب بهانه ممنوع بهترین و مهمترین کتابی بود که من در سنین کم باهاش روبرو شدم و اون رو خوندم. کتاب خیلی اثرگذاره، مخصوصا کلام ویندایر که بسیار سلیس و راحت و آموزنده است و شنونده و خواننده میتونه راحت باش ارتباط برقرار کنه. مطمئناً توی یوتیوب فایل‌های صوتیش رو دیدید و شاید حتی گوش داده باشین، اما فکر میکنم که لذت کتاب کاغذی هنوز سر جای خودش هستش. من کتاب رو خیلی بهتون پیشنهاد میکنم و فکر میکنم که هممون باید این کتاب رو حتما بخونیم، چون به ما یاد میده که بابت کارهامون، بابت اشتباهاتمون و مشکلاتی که برامون پیش میاد به هیچ وجه بهانه نیاریم، مقصر دنبالش نباشیم و مسئولیت کارامون رو خودمون قبول بکنیم. تصمیم دارم این کتاب رو، حالا بخش‌هایی رو که خیلی فکر میکنم مهمه و روی ذهن من تأثیر بسیاری داشته براتون بخونم و یکی یکی با هم دیگه جلو بریم. روزتون خوب، موفق باشید.